یک نفر که 30 سالش هم به جای رسیده است میگوید که همه بلندشوی نرخ و نارسایی و کمبغلی مردم از حساب مسجدهای بسیار ملاها هست. آیا به این خیل آدم اسلام چه حکم میکنه؟ یک بیچاره 30 سالش که گذشت، این آدم هوشیار نیست، کسی گفته است این دیوانه است. آدم هوشیار هیچ وقت نمیگوید که بلندشوی نرخ کمبغلی مردم از حساب مسجد بسیار و از حساب داملاها هست. این آدم هوشیار نمیگوید. برای همین شاید جین دارد، برادرای جین خون هست، بیاید ما مراجعت کند، انشاءالله روان میکنیم به پول حساب خودی من آنها میخوانندش. این آدم دیوانه است به خدا قسم. این آدم هوشیار نیست، این آدم بی عقل هست، این آدم بی فراست است. این آدم اگر عقل هم داشته باشد خدا ندارد، شریعت ندارد. این دروغ است. اون پیشانی که تو در زمین میگذاری و در زبانت غیبت مسجد دامله است، تو دروغ میگوی تو نمازخوان نیستی. این نماز در پیش خدا هیچ قدر و قیمت ندارد. تو چگونه زبانت میگردد مسجد تنقید میکنی؟ چگونه زبانت میگردد از بسیاری مسجد شکایت میکنی؟ تو چگونه مسلمان هستی که داملا را تنقید میکنی؟ داملا چی دلال آمد؟ داملا کسی است که پیغمبر خدا میگوید ان الله و ملائکته و اهل السماوات والارض و اهل السماوات والارض حتى النملة في جحرها و حتی الحوت لیصلون علی معلم الناس خیرا. پیغمبر میگوید، پیغمبر خدا میگوید الله، ملائکه های او آن چیزی که بین زمین و آسمان است، مورچه در سوراخی، ماهی های در بحر در حق دامله ها طلب مغفرت میکنند. پیغمبر میگوید در حق عالم ها طلب مغفرت میکنند که خداوند عالم ها را نگه دار که اینا روشنی هستند، اینا چراغ هستند، اینا مردم از راه بد و از راه خطا خبر میدهند. اینا پیغمبر خدا میگوید. پیغمبر خدا میگوید ان الملائکه لتضع اجنحتها لطالب العلم. بسواد بخیر از زمانش گذشت، بس به تنقید کردن و با تنقید کردن تو عزت عالم کم نمیشود، آبروی عالم کاسته نمیشود. پیغمبر خدا میگوید ملائکه ها لتضع اجنحتها. گوش کنید، حدیث صحیح پیغمبر است. ملائکه ها پرهای خود مثل قالینه که شما در پیشواز یک مهمان میپردایین، خندهاشون میگذاشتین، عالم ها بالای اون سطح حرکت میکنند. پیغمبر خدا میگوید، پیغمبر خدا میگوید ان العلماء ورثة الانبیاء. عالم ها وارثای پیغمبرند. تو وارثای پیغمبر سنگ بزنی، تو از وارثای پیغمبر نالان میشوی. و این برکت یعنی همون عالم ها هست که باز کمی برکت در بین ما و شما. این دعوت واعظ ها هست که کمی در بین ما و شما برکت ها وجود داره. و تو مولوی جنون گوشگو به عقل و زینهاری به سر زینهار زبان از رنجش مردان نگه دار. همان قوم برافت مبتلا شد، ز آزار دل مرد خدا شد. آیا آزار دل مرد خدا قیمتی می شود؟ به برکاتی از آزار دل او می شود، از وجود او، از بسیاری او نمی شود. که 100 بار این جهان از آه دل سوخت ولیکن به ادب عبرت نآموخت. شناس ای کور دل، ترا میگه شناس ای کور دل، آتش نفس را بکن اندیشه روزی پیش و پس را. سگ از اخلاص آمد جنس آدم، زی به اخلاص آدم شد سگ کم. و شما سگ اصحاب کهف بینید، پی آدم های دامله ها را گرفت، روز قیامت شکل آدم میگرد، جنت میرود. لیکن آدمی که حرمت عالم نمیکند از سگ میگرد درجهش پست است. من به این چی میگویم؟ همون سخن مولوی خدا رحمتش کند. هزاران کاروان رفتند دو دو، هنوز این سگها دارند او او. هزارها کاروان عالم ها رفت زیر خاک شدن و این سگها از جکیدن باز نماندن، میجکند. این از سگ میگن میجکند. نخواه اهل علم شما تنقید کنید.
نخواه کسانی که غمخوار شما هم به خدا قسم بهبودی برای شما میخواهم بیارن، میخواهند که شما در قبر راحت کنید، در روز قیامت عزت یابید، در دنیا شما مدنیت حتی پیدا کنید، با اینا را شما غیبت بکنید. و کدام قانون همین راست میاد؟ اگر این آدم کردی، این آدم اگر میگفت که از روی انصاف میگفت بلندشوی نرخ نرسیدن مواد یا کم بضاعتی در مردم از روی کازینو ها پیدا شد، من را میگفتم رحمت، از روی فاحشه‌خانه ها پیدا شد، از روی عرق نوشی ها پیدا شد، از روی تنقید عالم ها پیدا شد، از روی غیبت و از روی خیانت پیدا شد، از روی قمارخانه ها پیدا شد، از روی آن خانه هایی که امروز 5-6 دختر تاجیک در داخلش مردهای بیگانه و خودی را قبول دارد و 5 و 10 روز دراز جواب داده ایستادند. با اینها نرخ بلند می شود برادرای عزیز، با اینها هوا نمی بارد، فحش و فاحشگی ترقی کرده است. حبیب خدا در حدیث گفته است اگه من جای در معلم دارم تو برای به عقل هیچ وقت پشتیبانم نمیگیرم، تو برای به عقل گوشم کنه نمیکنم، لیکن کمتر درد میکنه، کمی درد میکنه که اینقدر مهنت و زحمت و کوشش برای تو برای انسان ذره قدر نداشته باشه. پیغمبر خدا میگوید هر وقتایی که اگر فحش و فحشایی زیاد شد مریش پیدا می شود، مریش زیاد می شود، مردن زیاد پیدا می شود، هوا خاک می شود، هوا خاک می شود، دیگر نمی بارد، خشک می شود. و دیگر این که ریسک ازلی است، این ریسک نه در دست داملا است، نه در دست رهبر دولت است، نه در دست پیغمبر است، نه در دست ملائکه است. این ریسک ازلی است، این ریسک خداوند در قسمت تو چیزی کشیده باشد. اگر ای انسان اگر آرد 200 تومان شود، قسم به خدا من پروا ندارم زمانی که الله خود رزاق اعلام کردگی است، من رزق رسان هستم گفتم. الله خود رزاق اعلام کرده است، 500 سوم که شود پروا ندارم، الله میرساند. حضرت موسی علیه السلام خدا رحمت و مغفرت جان کنه در قصه ها برای عبرت آمده است که وقتی که خدا جانش میگرفت کودکای خردسال داشت، میگد مایل به سوی هم فرزندای خردسال شد و گفت پروردگارا جان من قبض میکنی. این روایت است، صحیح است دروغ است من نمیدانم، در کتاب خوندم. جان من قبض میکنی، فرزندام حالش چی پیچیده باشد. الله برای تعلیم موسی نبود، برای تعلیم ما آدمای بی سواد بود. گفت موسی نزد دریا برو، نزد دریا آمد، عصا را گفت در دریا بزن، گفت عصا را بر دریا زد، دریا خشک شد. نگاه کرد در زیر دریا یک سنگ خیلی کلانه، گفت را گفت سنگ گفت به عصا بزن، گفت. حضرت موسی میگد آمد بعد عصاش سنگ زد، 2 بولک شد. داخل سنگ تماشا کن، وقتی نگاه میکرد موسی در داخل سنگ کیرم و در دهان کیرم علف سبز است. الله در داخل سنگ در حال یک کیرم فراموش نمی کند، رزق او را در داخل سنگ می رساند، رزق تو را فراموش نمی کند. فحش و فاحشگی، بی اطاعتی، نافرمانی، عرق نوشی و عرق فروشی، بی نمازی، از خدا نترسیدن اوج که گرفت. الله اگر رحمان و رحیم باشد آخه وای قهارم هست، قهارم هست، قهر میکنن، جبارم هست، سخت میگیرن. حضرت مولوی میگوید به هر بنده وعید حق نظیر است که ایزی دیرگیر و سخت گیر است. دیر میگیرن و سخت میگیرن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید یک سببی کم بغل شدن مردم و بلند شدن نرخ و نوا به چی وابستگی دارد؟ به نبودن موعظه. امر معروف ترک می شود. موعظه ها وقتی ترک می شوند، پند و نصیحت ها وقتی قطع می شود، این گونه بدبختی هم در جامعه پیدا می شود.